گروهی از وزارت امور داخلی تاجیکستان برای به تاجیکستان آوردن خوجا کریموف، یکی از فرماندهان مشهور فرانت خلقی که چون خوجا کامندیر معروف است، هنوز 5 اوگوست به امارات متحده عرب رفته است. گروه را شاهرخ سیدزاده سردار ریاست کافتکاوی جنایتی این وزارت رهبری میکند. در این باره تاجیکستان تایمز با استناد به حاکمشان نظرزاده یک مسئول وزارت کارهای داخلی خبر داده است. خوجا کامندیر که از سال 2008 تحت جستجوی بین المللی قرار داشت، روز 3 ایول با درخواست مقامات تاجیکستان در امارات متحده عرب دستگیر شده است. فعلا گروه کاری تاجیکستان با مقامات امارات متحده عرب مسئله استرداد خوجا کامندیر را بررسی میکند. قبلا گفته میشد او سالهای آخر در مالایزیا به سر میبرد. خوجا کریموف به گفته مقامات تاجیکستان دست داشتنش در چندین جنایت در سالهای جنگ شهروندی سالهای 1992 1997 در تاجیکستان مورد پیگر قرار داشت. خوجا کریموف از انگشت شمار فرماندهان فرانت خلقی است که از جزا رهیده و میلیون ها دلار دزدیده خود را به خارج برده و تا هنوز بازداشت نشده بود.